خلاصه کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد. در این ویدیو خلاصه جذاب و کاربردی از کتاب پرفروش چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اثر دکتر اسپنسر جانسون رو میبینید. این کتاب با یک داستان ساده به ما یاد میدهد که تغییر در زندگی اجتناب ناپذیره و کسایی موفق میشن که خودشون رو سریع با تغییرات وفق بدن. این کتاب یک داستان ساده اما عمیق درباره تغییرات زندگی و نحوه برخورد ما با آن است. 4 شخصیت اصلی داستان. اسنیف، موش باهوش که تغییرات را زود بو میکشد. اسکری، موش پر جنب و جوش که سریع عمل میکند. ها، آدم کوچولی که با ترس‌هایش روبرو میشود و یاد میگیرد که تغییرات را زود بپذیرد. هم، آدم کوچولی که در برابر تغییرات مقاومت میکند. این شخصیت ها در 1000 تو زندگی میکنند و دنبال پنیر هستند. پنیر نماد خواسته های ما در زندگی است. نماد موفقیت، پول، شغل، عشق و آرامش. یک روز پنیر جابجا می شود و هر کدام از شخصیت ها واکنش متفاوتی نشان می دهند. موشا خیلی سریع حرکت می کنند و دنبال پنیر جدیدی می روند. هم با ترس و خشم همونجا می ماند و فقط غر می زند. ها بعد از مدتی می فهمد که باید تغییر را بپذیرد و راه تازه‌ای پیدا کند. نکات کلیدی این کتاب: 1. تغییرات اجتناب ناپذیر است. پنیر همیشه جابجا می شود. 2. تغییرات را حس کن قبل از اینکه دیر شود. 3. با ترس‌هایت روبرو شو. اغلب ترس‌ها فقط در ذهن ما هستند. 4. حرکت کن و لذت ببر. وقتی تغییر را بپذیری به آرامش و موفقیت میرسی. 5. تغییر همیشه اتفاق میفته. اگه سریع خودتو با تغییر وفق بدی زودتر به موفقیت میرسی. 6. ماندن تو گذشته فقط باعث عقب موندگی میشه. زندگی جایزه کساییه که حرکت میکنن. 7. سریع خودتو با تغییر وفق بده. هرچه زودتر واکنش نشون بدی کمتر آسیب میبینی. 8. با تغییرات همراه شو. به جای مقاومت مسیر تازه را امتحان کن. 9. هرچه زودتر تغییر را بپذیری زودتر آرامش میگیری. 10. حرکت کردن به جلو امید و انگیزه میاره. 11. گاهی باید گذشته را رها کنی تا آینده‌ای بهتری بسازی. 12. افراد موفق کسایی هستند که دائم خودشون رو بروز میکنن. 13. گاهی کوچکترین تغییرات بزرگترین نتایج را میسازن. 14. حرکت در مسیر تازه تو رو به فرصت‌های تازه میرساند. و 15. وقتی مزه پنیر تازه را بچشی پنیر قدیمی را فراموش میکنی. در آخر نتیجه گیری. این کتاب به ما یاد میدهد که زندگی همیشه در حال تغییر است و هیچ چیزی برای همیشه ثابت نمیماند. اگر در برابر تغییرات مقاومت کنیم فرصت‌های بزرگ زندگی را از دست میدهیم. اما اگر شجاع باشیم، ترس‌ها را کنار بذاریم و حرکت کنیم، همیشه پنیرهای تازه‌تری در انتظار ما هست. پس به جای چسبیدن به گذشته، آینده را با ذهن آرام بسازیم. موفقیت از آن کسانی است که تغییر را میپذیرد و در مسیر تازه قدم برمی‌دارند.